بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اینک ما درسای خود را دوام میدهیم از کتاب الاربعون النوویه، یعنی 40 حدیث امام نووی، الله سبحانه و تعالی این کس را رحمت کند. درس امروزی ما آغاز می‌یابد تحت حدیث 25، آنجا که صاحب کتاب می‌فرماید: الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. یعنی حدیث 25 از ابو ذر رضی الله عنه این چنین روایت میکنند که یک گروه از یاران پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم به او گفتند: ای پیغمبر الله، ثروتمندان یعنی بایها همه ثوابها را با خود برده اند. آنها عیناً مانند ما نماز میگذارند و عیناً مانند ما روزه میدارند و باز از اعمال زیادتیشان صدقه میکنند، یعنی که از مالهای زیادتیشان صدقه میدهند. متاسفانه یعنی که مثال گیریم ما مال و ملک نداریم که رنگی وایها چیکار کنیم در برابر نماز و روزه داشتن ما صدقه بدهیم. پس او صلی الله علیه و علی آله و سلم فرمود: آیا الله تعالی برای شما امکان چیز صدقه کردن را نداده است؟ به درستی به هر بار سبحان الله گفتن صدقه است، و به هر بار الله اکبر گفتن صدقه است، و به هر بار الحمدلله گفتن صدقه است، و به هر بار لا اله الا الله گفتن صدقه است، و امری به معروف کردن صدقه است، و نهی منکر کردن صدقه است، و در معاشرت کردن هر یکی شما با همسرتان صدقه است. گفتن: ای پیغمبر الله، اگر یکی از ما شهوتش را صرف کند در این برای او ثواب باشد؟ یعنی که یک کس یعنی لذت میبرد از خانواده خودش، یعنی که از همسر خودش، بعد به همین یعنی که وی ثواب میگیرد. او صلی الله علیه و آله و سلم گفت: آیا میدانید که اگر شهوتش را در حرام صرف کند برای او گناه هست؟ میدونید که اگر همین شهوتش در حرام صرف کند گناه هست که پس همچنین اگر آن را در حلال بگذارد برای او ثواب باشد. گفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث را مسلم روایت کرده است. خیلی هم حدیثی پر مضمون و خیلی هم حدیثی یعنی که گویم سیر فائده. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم.
قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.